آخرش پیچوندی؟ یعنی چی پیچوندی؟ بدم میاد من رو دست کم میگیری. بیا سوار شو. یعنی چی میخندی یهو؟ به تو نخندیدم. باشه؟ بفرما زمینش. بابا شوخی کردم. چه شوخی مسخره بود؟ معذرت بفرمایید سوار شو. حالش بفرمایید. تو دانشگاه رفتی؟ نه بابا دیپلم هم ندارم. واسه همینه نمیفهمی چی میگم. حالا خودت دانشگاه رفتی؟ از کی تا حالا ملاک فهمیدن شده دانشگاه رفتن؟ من گفتم ملاک فهمیدن؟ پشت کنکور نبودی نمیفهمی زرچ کشیدن یعنی چی؟ خب برو دانشگاه آزاد. دانشگاه آزاد؟ آره واسه بچه پول داره. من نمیدونم بابام پول دار نیست چرا توبونشو من باید بدم. فرید متنفرم از دانشگاه، درس، کنکور. مامان بابام گلومو گرفتن فشار میدن میگن نفس بکش. باشه حالا اومدم نفس بکشم. حواست با من نیست. فرید روشن کن. اینا کیان؟ نگران نباش آشناست. آشنا که کسی قرار نبود بیاد اینجا. کجا داری میری؟ الان میام. بشین تو ماشین الان. حالم خوب نیست تو رو خدا وایس. اینجا نگه ندار. من با تو هم میگم اینجا نگه ندار دیگه. برو یکم جلوتر. الان مشکلت همین یه تیکه راهه. خب میبرم تا دم مدرسه دیگه. اون چرا هر روز راجع به این موضوع با من بحث میکنی؟ عزیزم واسه راحتی خودت میگم. چه خواهش کنم واسه راحتی خودم یه ذره راحتم بذارین؟ تو چرا فکر میکنی من میخوام اذیتت کنم؟ من فکر نمیکنم. مطمئن. ندا بس دیگه خداحافظ.